چند منصبدار بلندپایه قزاق از رفتار ساکنان استان پایتخت قزاقستان در نمایشگاه میوه‌های توجیکی اظهار ناراحتی کردند. یادآور بشویم روز 26 آگوست سال 2023 در انجام این نمایشگاه وقتی به ساکنان پیشنهاد شد که میوه‌های از تاجیکستان آورده و به شکل پیرامید زین داده شده را به پول بگیرند، برخی ساکنان به بینظمی را داده برای گرفتن میوه‌های دلخواه خود میوه‌های دیگر را پایمال کردند. معاون سروزیر و وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی قزاقستان تامارا تویسونووا روز 29 آگوست در حاشیه جلسه حکومت در شرح این ماجرا به خبرنگاران گفت: راستی من هم ناراحت شدم از این، چون که ما ساکنان قزاقستان همیشه با فرهنگ و حسن و تحمل خود شورت داشتیم. ما همیشه درست رفتار کرده می توانستیم. دویسانووا افزود که همه بد رفتار نکردند، البته نه قزاقستانی ها چنین رفتار ناخوب کردند، ولی اونهایی هم بودند که کار ناخوب کردند. آنها باید روی رفتار خود کار کنند. چنین رفتار در کشورهای دیگر نیز رخ می‌دهد. ما و شما باید بفهمیم که برای آبروی کشور خود مسئولیت داریم. روز 28 آگوست حاکم استان ژنیس قاسمبک این حادثه را واندالیسم نامید و از آن اظهار ناراحتی کرد که برخی ساکنان قزاقستان به ویران کردن ترتیبات راه دادند. این بیانگر فرهنگ پست و پایمال کردن مهنت دیگران است. به علت رفتار ناخوب برخی آدمان داغ این حادثه برای تمام ساکنان استان افتاد، گفت شهردار پایتخت قزاقستان. او از پلیس طلب کرد که ویران کنندگان ترتیبات را معاین کرده حتما به جوابگری بکشانند. یادآور میشویم از 23 تا 26 آگوست در شهر استان در چارچوب روزهای فرهنگی تاجیکستان در قزاقستان نمایشگاه میوه‌های تاجیکستان دایر شد. در این نمایشگاه میوه‌های تاجیکستان پرزیدنت های هر دو کشور قاسم جمارت توقای و امامعلی رحمان اشتراک کردند. در یکی از ویدیوهای نشر شده دیده میشد که توقایف به پول از گرفتن میوه دست کشید و به نی و نیستان فروشنده تاجیک نگاه نکرده همیانش را به دست او داد تا پول میوه‌هایش را بگیرد. من در همه جا پولم را خودم میدیم، تاکید کرد توقایف به میوه فروش تاجیک. اما بینظمی وقتی آغاز یافت که جانب تاجیکستان تشکیل کننده نمایشگاه میوه ها به تماشابینان پیشنهاد کرد که می توانند به پول از این میوه ها بچشند و همچنان به پول با خود ببرند. این باعث به بالای پیرامید و میوه ها فرو ریختن ازدحام بزرگ شد. مقصد جنبایف نماینده شهردار استان در شرح این حادثه گفت از بس که میوه های تاجیکستان در قزاقستان قریب فروخته نمی شوند، مردم خیلی دلش میخواست که از این میوه های شیرین بچشند و وقتی دوستان تاجیک ما گفتند که میوه ها در زیر آفتاب ویران می شوند و خوبش مردم به پول بگیرند، همه خواستند که از این میوه ها بچشند و به بالای میوه ها فرو ریختند. معاون سردار ریاست رشد صاحبکاری شهردار استان تاکید کرد که 1000 تن میوه از تاجیکستان به پایتخت قزاقستان آورده شده در بین همگی 2 روز به فروش رفت و از نمایش میوه های تاجیکستان در عموم بیش از 100,000 نفر دیدن کردند.